شعبه کارهای داخلی نویه روزایف جمهوری مردوی روسیه یک مرد 50 ساله زاده تاجیکستان را با اتهام آدمکشی تحت جستجو قرار داده از ساکنان برای پیدا کردن او کمک خواسته است. در اعلانی که در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری مردوی نشر شده است گفته می شود که میرزا کریموف احمدجان محمدجانویچ سال تولدش 1965 زاده دهه مینت‌آباد نویه باختر ولایت ختلان تاجیکستان برای صادر کردن جنایت آدمکشی طبق ماده 105 قسم 1 کودکس جنایتی روسیه تحت جستجو قرار داده شده است. در اعلان از ساکنان خواسته شده است که اگر درباره مکان بود و باش میرزا کریموف معلومات داشته باشند به رقم‌های پلیس نویه روزایف خبر دهند. درباره اینکه جنایت آدمکشی کی و چگونه روی داده است پلیس مردویه یگان تفصیلات نشر نکرده است. بنا به آمار رسمی خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا اول سال 2021 در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم می‌کردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه‌های روسیه تحت تفتیشات قرار داشتند. بر اساس حساب‌های غیر رسمی تقریباً 4/1 این زادگان تاجیکستان در روسیه برای جنایت‌های مربوط به ویران کردن قاعده‌های بود و باش اساساً برای تقلب اسناد محکوم به زندان شدند. تقریباً 4/1 دیگر از این 7000 زندانی تاجیک برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر پشت پنجره رفتند. همین طور در بین تاجیکستانی‌های در روسیه زندان شده آنهایی هم هستند که برای دست داشتن در صدمه‌های مرگ‌آور و جنایت‌های چون دزدی، غارتگری و کشتار محکوم شدند.